ما در شرایط فعلی قرار داریم، در شرایطی که بعد ای را بررسی بکنیم که مشکل چرا ادامه پیدا میکنه. این سوالی است که بعد جامعه جهانی و مسئولین ما در کشورمان و همه ما از خود بپرسیم چی حادثه بود که در وقتی که گروه طالبان توپ و طیاره و همه چیز در اختیار داشتند، هزارها نیروی غیر طالب افغانی و قوت‌های منظمی از بعضی کشورها در پهلویشان می جنگیدند، با یک عملی کمی هم کمک و هم آهنگی با مجاهدینی که در دوران مقاومت میکردند، اینها تارومار شدند، از کل افغانستان اینها فراری شدند. اما امروز 9 سال از جنگشان میگذره، بیش از 120,000 عسکر می جنگه، سلاح‌های سنگین استعمال میشه، اما همه روز به شکست خود اعتراف میکنه. به خاطر چی؟ بپرسند علت چه بود که دیروز بسیار به سادگی بیش از 120 عسکر خارجی در زمین نبود که مجاهدین و مقاومتگرها با کمی همکاری هوایی طالبان را شکست دادند، اما امروز 120,000 عسکر قادر نیست که اینها را شکست بدن. علت چیست؟ با 120 نفر که اونم در بعضی قرارگاه ها در جنگ نبودن، در بعضی قرارگاه ها معلومات اطلاعات میدادن، 120 عسکر در قرارگاه هایشان با کمی کمک هوایی تمام دار و دسته طالبان را با توپ و طیاره و تانکشان به کلی از بین برد. اما امروز طالبای فراری که نه توپ دارن نه تفنگ دارن، هیچ سلاحی و نه قدرت در پهلویشان است و از خارجی ها تعدادشون به انگشت شمار است در ما بینشان، اینها چرا عاجز هستند؟ ما تصور مایست باید بگویم که جامعه جهانی با ملت افغانستان برخورد ابزاری کرده، به عنوان یک شریک با ما معامله نکرده، با ملت افغانستان برخورد ابزاری کرده و برخورد ابزاری میکنه. مگر جای تعجب نیست، جای تأسف نیست که یک شخصیت یک عالی رتبه در یک کشور میگه که ما به افغانستان نیامدیم که نظام سیاسی و تثبیت تحکیم نظام سیاسی اینجا یا دموکراسی را اینجا پخش بکنیم، ما آمدیم که کوچه های لندن از امنیت دیگرها، از امنیت تروریست ها نجات بدیم. خیر، و این معنی است که افغانستان قربانی امنیت کوچه های شما شود، افغانستان میدان جنگ تامین امنیت شما شود، امنیت ملی ما چی؟ فرزندانی ما کشته میشه چی است؟ زمانی که میبینیم توجه به مسائل روبینایی هست، به مسائل زیربینایی، ساختار زیربینایی کشور توجه نمیشه، باز سوال پیدا میشه که اصلا این برای چیست؟ و چیز دیگری که به ارتباط خود ما ارتباط داره، این موضوع را باید بگوییم که متاسفانه خود ما هم مسئولین نظاممان، مجموعه های سیاسی و فرهنگی خود ما هم در قسمتی دشمنی با خود، دشمنی با جهاد، با مجاهدین، با دستاورد جهاد و مجاهدین از هیچ عملی ناروا و نادرستی دریغ نکردن. شما ببینید در اکثری بعضی نشرات اخبارها تمام محراق حملهشان جهاد و مجاهدین است. آیا در این وقتی که کشور در حالتی بحرانی خطرناک امنیتی قرار دارد، آیا به جایی که همه حرفها، همه نیزه ها به اصطلاح، همه توجه متوجه او گروه هایی است که کشور میخواهد و کلی و فروپاشی بکشانه، همه چیز سقوط بده، به اندازه‌ای که امروز دنیایی که به اصطلاح با چه غرور آمدن که به زعم خودشان طالبان را سرکوب بکنن،
امروز بیرق سفید بلند کرده روان هستند. امروز آواز تسلیمی خود تقریبا کم داره که بگوین که ما دیگه نمیتونیم، جنگ دیگر جواب نداد، بعد راه دیگر جستجو بکنیم. آخرین مرکزی تحقیقاتی لندن این موضوع که حتی با طالب چی که میگه ما باید با القاعده هم سازش کنیم، با او هم راه صحبت پیدا بکنیم. دیتون مراحلی که قدرت نظامی بین المللی در برابر اوضاع فعلی اظهار عجز میکنه، جنگ، اعلانی جنگ علیه جهاد و مجاهدین چی معنا داره؟ آیا کمک به بحران نیست؟ مطلبی دیگری را که باید به اشاره بکنم، ما حتی به حدی که از باک هم از ترکان تیرانداز نیست، تانه تیراوران هم میکشد. خب به هر حال ما این مسئله کم ارتباط زیاد به این مطلبی ما هم شعر نداره و خب باز ما میگویم ترس ما از این جنگجویایی که در برابر دولت می جنگن و برای سقوط نظام کوشش میکنن با ترس بیشتر از فقدان اعتماد ملی باشه، از فروپاشی اعتماد ملی. فعلا اعتماد ملی از هم پاشیده، این را باید این کار نکنیم. ما در یک مرحله خطرناک فروپاشی اعتماد ملی قرار داریم. ما این کار نباید بکنیم. در مرحله خطرناک فقدان انگیزه قرار داریم. جناب وزیر سیب دفاع دقیقا اشاره کردن. آلی عزیز بعد کسایی که در برابر طالب می جنگه، شما ببینین تعداد قوت‌های امنیتی ما کمتر از قوت‌های طالب نیستند، مزید به قوت‌های خارجی. چرا اینها زود مثلا شکست میخورن؟ چرا مناطق مختلف یکی بعد دیگری بد امن میشه؟ شمال کاملا مطمئن بود، در امن بود، در کل کشورهای جنوب، کل ولایات جنوب در بی‌امنی بسر نمیبرد. اما امروز همه جا بد امن شده. دروازه های کابل تهدید میشه، در وردک و لوگر مورد تهدید کابل قرار داره. علتی است که فقدان انگیزه، فروپاشی اعتماد ملی، عدم همبستگی که یقینا ما باید در این مرحله دوباره بازنگری کنیم در هم مسائل خود. نبود یک استراتژی ملی برای حل پرابلم های ملی ما که ما ایره به صورت دقیق بررسی بکنیم که مشکل در کجاست. ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که دخترها و بچهای کشورهای اجنبی امنیت افغانستان را برای ما تامین بکنن. چرا ما توانمندی را نداریم؟ چرا قدرت نداشته بوده باشیم؟ من تعجب میکنم علت چی بوده که کسایی که تجربه را دارن، این توانمندی را دارن، این انگیزه را داشتن، اینها را عمدن به انزوا کشاندن، علیشان جنگ آغاز شد. این جنگ از همون روزی شروع شد که ناگفتن ما را با تأسف بگوییم از بن بر ضد مجاهدین جنگ و به انزوا کشیدنشان شروع شد. بعدها مسائل دیگری به تعقیب از این شروع شد که اینها اشتباهاتی است که باید صادقانه اعتراف بکنیم به خاطر آینده تا اشتباهات دقیقا رویش اعتراف صورت نگیره و اصلاحاتی صورت نگیره. ما یقینا با مشکل سخت روبرو میشیم.